امروز تیرشید 5 آذر سال 12347 کیومرث مهمیترایی برابر است با 26 نوامبر 2014 ترسایی. امروز در واقع برنامه در ادامه 7 خوان رستم از شاهنامه پردیسی به خوان دوم رسیدیم و کیومرث گرامی تا چند لحظه دیگه با شما خواهند بود و فکر کنم امشب خوان دوم و سوم رو با هم بازگو میکنیم. بله اومدم. آموزش هم میهنان بسیار فرخنده. بله خوان دوم و سوم هم بخونم. بله. و سوم. آها مازیار جون شما دیگه در خدمتتون هستیم، میتونین هر وقت خواستین میکروفونتون ببنده. خب دوستان گرامی، هفته پیش بعد از مدت ها که به شما همین گونه که پیمان بسته بودیم به خانه اول رسیدیم. به خانه اول رو براتون باز کردیم. خانه دوم. خب یه سری ایمیل هم داشتیم، میخوام دیگه فردا شب میگم. بله پرسش پاسخ. بله اون مسجد ها. یکی از دوستان هفته پیش گفته بودیم به اصطلاح تنها راه این که شما از خودتون دفاع بکنین اگر به شما حمله مسلحانه میکنن، شما باید از خودتون مسلحانه دفاع کنید. اینا یک ایمیل مثل که از ایرانه که آقا این نمیشه که بیرون و گو نشسته اینا همون حرفایی که قدیما میزدن و اینا. ما فردا شب پاسخ رو میدیم. برای این دوست گرامی علت این گونه برداشت از بیان آزاد انسان ها برای آموزش، علتش این که در جامعه دیکتاتوری زندگی میکنن و خب حالا اینجا دیگه اون دموکراسی به اصطلاح در قلق سرمایه‌داری بود که خب تموم شد با اومدن سیستم سرمایه‌داری مونوپولی که دیگه سرمایه‌داری نیست، سیستم مونوپولیه. و اما این دیدگاه این که هر کس که به یک چیزی نظرش هست تحلیل تاریخی علمی میکنه، حتی خودش هم باید حالا فوری بده و مثلا از ایران بلند شه بره، از آمریکا مثلا اگه هستش بلند شه بره اونجا مثلا تفنگ بگیره با آخونده دفاع مسلحانه از مردم بکنه. نه لزوما این گونه نیست. دوست گرام شما بشنوید نظرهای سیاسی و تاریخی رو، تصمیم گیرنده شما هستید. ما باز کردیم که ما شما نگفتیم شما باید این کار بکنید برید آخونده رو بکشین یا جنگ مسلحانه رو بندازید. ما گفتیم که شما تاریخ رو که نگاه میکنید تنها جنبش های پیروز شدن که در مقابل زور به کار بردن. هیچ وقت تاریخ در مقابل زور اگه یکی اومده گفته خواهش میکنم میرم چرخو میریسم و اینا پیروز نشده. هندو تیکه تیکه کردن با اون مضحکه‌ای که به نام گاندی رو انداختن. آفریقای جنوبی رو هم خوردن، جهودان به طور کامل اسم آپارتاید ازش برداشتن، ولی سرمایه ها هم مال همون جهودای انگلیسی است. و اگه کارگرها حرف بزنن یا حقشون رو بخوان میبرنشون به اسلحه، به گلوله. اینی که فکر نکنید که به قول معروف ما پیشنهاد میکنیم به شما که این کارو بکنید، به هیچ وجه. اینجا بهش میگن آزادی بیان. یعنی یک کسی موقعی که تاریخ رو مطالعه میکنه و متوجه میشه که تنها راه در مقابل زوره، این رو نظرش بیان میکنه. بهش میگن freedom of speech، آزادی بیان بهش میگن، نه پیشنهاد این که شما برین کار. شما اگه دوست ندارین این کارو نکنید، ولی جلوی آزادی بیان افراد نمیشه گرفت، برای اینکه این و ضمن دفاع از خود در تمامی دنیا غیر قانونی، احتمالا غیر از جمهوری اسلامی نمیدونم هیچ جای دنیا در قانونش نیست که دفاع از خود غیر قانونی باشه. خب حالا اینو فردا ما باز میکنیم براتون بیشتر، چون به هر حال مبحث دفاع قهرآمیز باز شده. اتفاقا بسیار عالیه. جایی هم باز شده که ما در هفت خوان رستم رسیدیم. دقیقاً.
ببینید که دفاع قهرآمیز یعنی چی. و بسیار هم پیده جالب. ما فراموش نکنیم ما پایه‌گذاران جنگ پارتیزانی بودیم، یعنی چیزی که در همه دنیا به عنوان چیز والا و ارزشمند ازش یاد میشه. جنگ پارتیزانی به علیه زور و ظلم و تجاوز و حمله بر علیه همه اینها، و اتفاقا به این دلیل نامش پارتیزانه، برای اینکه پارتیان ایران اون شیوه جنگ رو پایه‌گذاری کرد. و به هر حال اینا رو ما براتون باز کردیم، بیشتر باز خواهیم کرد. خب دوستان عزیز، خانه دوم، یافتن رستم. نمیگم چی پیدا میکنه رستم. پس اگه فراموش نکرده باشید، رستم در جنگ رخش و شیر و اینها پیروز میشه و چو خورشید برزد سر از تیر کوه، تهمتن ز خواب خوش آمد ستوه، تن رخش بسترد و زین برنهاد، ز یزدان نیکی دهش کرد یاد. نشست از بر رخش رخشان چو گرد، به خوان دوم پهلوان روی کرد. گفتیم چو گرد معنی این که مثل گرد خاک نیست، چو گرد مثل گردی که در باد تند حرکت میکنه، به تندی. چو گرد با سبکی، با آزادگی. به خوان دوم پهلوان روی کرد. یکی راه پیش آمدش ناگزیر. ببینید خوب دقت کنید دوستان، در زندگی راه های ناگزیر پیش میاد. یعنی آدم به یک راه میفته. چرا؟ چون قصد کرده، چون همت گذاشته و اراده گذاشته که به اون بزرگ دست یابه، به یک کار اساسی دست یابه، زندگی رو شناسایی کنه. در راه این سفرش، در راه این جرنی یا جرنی آف the هیرو، سفر اون پهلوان یا هر انسان، راه های جلوی پاش میاد که ناگزیر اون راه ها پیش خواهد اومد. این هم یکی از اون راه هاست. ببینید به چگونه درد سری رستم میفته و چگونه از پس اون برمیاد. یکی راه پیش آمدش ناگزیر، همی رفت بایست بر خیر خیر. زمانی که شما در اون راه افتادید، اون راه رو تا آخر باید برید و نه هراسید، زیرا که اون راهی که بازگشت نداره. زندگی بازگشتش بیهوده است. زندگی همیشه در حال پویش باید باشه. همی رفت بایست بر خیر خیر، بیابان بی آب و گرمای سخت، که از اون مرغ گشتی به تن لخت لخت. چنان گرم گردید هامون و دشت، تو گفتی که آتش بر او برگذشت. به یک کویر که انگار آتش از اون بلند میشده افتاد. و این کویر هم میدونیم کجاست. ما داره از فراموش نکنیم که از نظر تاریخی هم اینها درسته اینها هم سمبولیکه هم اسطوره است، ولی تاریخ و جغرافی کامل هم هست که دشمنان ایران و جهودان و بهاییان نوکرانشون همیشه سعی میکنن بگن نه اینا داستانه، برای اینکه از رشک و مرض و حسادتشون به قول معروف نمیتونن در مقابل این فرهنگ، حالشون خراب میشه. توی اینترنت مرتب میبینم این آشغال ها مرتب یک تحلیل های عوضی و عجیب و غریب میچسبونش به موش خشوب، مردوخ، گیلگمش، افسانه های اسطوره های ایران و تاریخ ایران رو. واقعا افراد مریض و بیچاره هستند. کی بود اون یکی مردک که آلفی مطلق و دوست ها همه نام هاش رو ردیف میشه رفته میزن توی اینترنت. بله. خب تو گفتی که آتش بر او برگذشت در این بیابان. تن رخش و گویا زبان سواز، گرمی و از تشنگی شد ز کار. هم تن رخش و هم زبان سوار این رستم از تشنگی از کار افتاد، خشک شد.
پیاده شد از اسب و ژوبین به دست، همی رفت پویان به کردار پوزش میخوام به کردار مست. چنان از این گرما و تشنگی خسته شده بود که میبینه اسب خسته شده، از اسب پیاده میشه و جوبین رو به دست میگیره و یکی از همون اسلحه‌های سنگینشو و میره که و تلو تلو خانم به کردار مست راه میپیماد. نمیدید بر چار جستن رهی، سوی آسمان کرد روی آگهی. سوی آسمان هم به این معنا نیست که اون یک مردکی اون بالاست یا خدایی که جودا و یا عربا و اینها اون بالاست، به معنای هستی، به سوی بی نهایت نگاه کردنه، به سوی همه اون انرژی هستی، همه اون چیزی که ریپرزنت کننده این هستی است، تمامی اون، یعنی همه چیز یکیست. فراموش نکنید در فرهنگ ایران خدایی یعنی موجودکی وجود نداره، خدا به معنای همون انرژی از خود زاینده است، خودت. چون این گفت که داور دادگر، پس برای هستی ما یک کانشسنس قائلیم، یک آگاهی قائلیم، همینجور که قائل بودیم، یعنی امروز هم همینطور. این فرهنگ این آگاهی رو در تمامی هستی میبینه که خود ما جزئی از او هستیم. چون این گفت که داور دادگر، همه رنج و سختی تو آری به سر. گریدون که خوشنودی از رنج من، بدین گیتی آکنده شد گنج من. اگر تو از این رنج من خوشنود هستی، من انگار که به من گنج دادن، من بهترین چیزی که در زندگیم دادن همینه. ظاهرا این گونه باید اتفاق می افتاد که در این صحرای سوزان در راه مبارزه برای آزادی ایران نابود بشم اینجا. در نتیجه این بزرگترین گنج منه. سپاس میگذاره به جای اینکه غر و لند بکنه. این زندگی اینه دوستان. چون برای هر چه که برای اون راهی که راه آزادگیه، هر چی که در جلوی راهتون بیاد، شما برای سپاس باید بگذارید و آخرین کوششتون رو برای پیشرفت در اون راهی که گذاشتید انجام بدید. اون هم همینو میگه. این گونه روحیش رو آزاد و بی خدشه نگه میداره. بپویم همی تا مگر کردگار، دهد شاه کاووس را زینهار. اینقدر میرم تا کردگار، هدف من که شاه کاووس از دست دشمنان دیوان نجات بدن تو اون راه از بین برم. خب اینجا نشون میده که چنین آزادگی و چنین نیرویی و میبینیم که چگونه زندگی رو میبینه در چند خط آینده. گفتیم که در اون بخش شاه کاووس دشمنان ایران سعی کردن بخشایی رو بچپونن که چند تا خط که ایرانیان بی خودی قطعه میکردن در اونجا. خیلی عجیب و غریب بود و موفق هم نشده بودن، بسیار چیزی جدا از بقیه شعر بود. اما اینجا ببینید چی میگه: هم ایرانیان راز چنگال دیو، رهاند بیازار کیهان خدیو. گنهکار و افکندگان تواند، پرستنده و بندگان تواند. رهاییشان ده تو بر دست من، که دادم به ایشان کنون جان و تن. تو گفتی که من دادگر داورم، به سختی ستم دیده را باورم. اگر داد بینی همی کار من، مگردان همی تیر بازار من. این کار من داد هست، دادگستری هست، پس کار ایرانیان دادگستریه، نه برن قتل عام بکنن. مازیار جان اون روی چیز روی اسکایپ فکر میکنم که روی صحنه عکسای غیر از خود چیز اومده. حالا شاید این کامپیوتر ماست. حالا یه چیزی بدیم باز اینو نگاه کنم. اون شاید تبلیغات مال ما باشه.
با پوزش از هم میهنان. نه درسته مازیار جان، درسته، نگران نباشید. خب پس میگه بله دکتر زند ببخشید درسته، نه درسته این اسکایپ ما روش تبلیغات اومده بود، ببخشید. نه اسلام کنید. شما پر خاموش کنین. بله چشم. قربونتون، تشکر، سپاس. پس میگه که رهاییشان ده تو بر دست من که دادم بیشان کنون جان و تن در راه اون هدف. تو گفتی که بعد به پروردگار میگه تو گفتی که من دادگر داورم، به سختی ستم دیده را باورم، اگر داد بینی همین کار من، مگردان همین تیر بازار من. در این کار کردی مرا دستگیر، مسوزان به من بر دل زال پیر. اجازه نده که پدرم دلش بسوزه، به خاطر اینکه این کار رو تا حالا پشتیبانی کردی از من. به هستی داره میگه، نیروی هستی. مکن رنج این لشکرم را به باد، من و لشکر و کشورم دار شاد. همی گفت با خویشتن پیلتن، کجا یادش آمد ز گور و کفن. کجا یادش آمد ز گور و کفن. اینها رو گفت و به راه رفتن ادامه داد و این گونه ادامه میده. در اون حال گرما و تشنگی و مرگ این گونه ادامه میده که بودی اگر با سپاهیم کار، به آوردشان رفتمی شیروار. اگر یک سپاه جلو می آوردی، مثل شیر می رفتم جلوشون. به یک حمله زیر و زبر کردمی، دم از جان ایشان برآوردمی. اگه سپاه جلو می آوردی این گونه عمل می کردم. وگر زان که پیش آمدی کوه گنگ، به یک حمله من نکردی درنگ. به گرز گران کردمی کوه پست، ببودی به مردی مرو را شکست. اگر کوه رو جلو می آوردی، من با گرزم اونو پست می کردم. وگر زان که دریای جیهون بودی، که کشتی ز دریا نبیرون بودی، به نیروی دارند یزدان پاک، بیا کندمی در زمانش به خاک. اینه رفتار یک انسان در روبرویی با سختی، که از نیروی خودش یاد میکنه، از نیرویی که در درون هر انسان هست. تن پیل ولیکن چه سوده است مردی و زور، که شد بخت سازنده را چشم کور. در این مبارزه من با این گرما و تشنگی، مردی و زور دیگه ظاهرا بخت چشم منو کور کرده. بر این بر رو این تشنگی چون کنم، به مرگ روان برچه افزون کنم. تن پیلوارش چون گفته شد از تشنگی سست و آشفته شد. بیفتاد رستم بر آن خاک گرم، زبانش گسسته ز زبان گشته از تشنگی. بیفتاد رستم بر آن گرم خاک، زبان گشته از تشنگی چاک چاک. همانگه یکی میش نیکوسرین، میش یک نوع آهوی، یک نوع بره وحشیه که نوع اهلی شما میگیم میش و بز، و در میش و کل اگه اشتباه نکنیم، و نوع وحشیش هم همگونه گفته میشه. کل به معنای این که نرش شاخهای بلند داره، شاخهای پیچیده بلند داره، میش شاخ نداره. میش و قوچ شاید. میش و قوچ، درسته. میش و قوچ و بله و کل و بز بهش میگفتن برای نر و مادینش. پس اون قوچه و میش، پس یک آهوی ماده، یک میش ماده وحشی از جلوی اون رد میشه، همجور که رستم بر زمین افتاده بوده. یک آهوی ماده رد میشه که این سمبل نیروی زنانه داد و دهش طبیعته، که
به اصطلاح دادش طبیعتی که تمام مواهب طبیعت رو در اون هست. مادر ارت، از زمین، مادر خود، مادر زمین. همانگاهی که میشینی کوسرین، به پیمود پیش تن زمین. از آن رفتن میش اندیشه خواست، به دل گفت آبشخورش اینجا کجاست. به دل رستم افتاد که اگر این میش اینجا زنده است و به اون سوی داره میره، پس جایی باید آب بخوره که در اصل اون همون نیروی اون چیزی که در گوش ما ایرانیان هست، ندای سروشه، که به هر حال میتونه این میش راستین باشه، میتونه یک انرژی باشه، میتونه یک spiritual entity باشه، یا اون چیزی که در ذهن رستم خود به خود به صورت این میش دیده میشه که به سوی دوباره از زمین بلند شه، چون دیگه اگر زمین افتاده بود دیگه همونجا مونده بود، میمرد همونجا. پس از زمین بلند میشه موقعی که میبینی میش داره رد میشه. همانگه که بخشایش کردگار فراز آمده است اندر این روزگار، بیفشرد شمشیر بر دست راست، به زور جهاندار بر پای خواست. شمشیرشو میذاره به زمین با دست راستش و با زور جهاندار از زمین بلند میشه. بشد بر پی میش و تیغش به چنگ، گرفته به دست دیگر پالهنگ. یه مقدار از چیزایی هم که روی رخش بود به دست خودش، که یه پالهنگ اون طرف گرفته بود، شمشیرشو به این دست گرفته بود. همی رفت میشو همی رفت گرد، همی روز فرخ همی برشمرد. بره بر یکی چشمه آمد پدید، که میش سرافراز آنجا رسید. بره آها، خب بره میتونه باشه. من فکرم اگه بره باشه برج بره که خب نوروزه، که آن رسیدن به دوباره طبیعت و زیبایی است. خب پس نه، بره درسته. بره بر یکی چشمه آمد پدید، که میش سرافراز آنجا رسید. با پوزش من نرفتم اینو بخونم پیش از برنامه، درسته. بله، میشه سرافراز آنجا رسید. تهمتن سوی آسمان کرد روی، چون این گفت که ای داور راستگوی. میبینید راستگویی کاری است که در کار داور، کار هستی، کار تمامی آنچه که در هستی هست، و دروغ فقط در ذهن مریض تازیه، در موجودات به اصطلاح سود پرست و رباخوار و دسیسه‌گر و جنایتگر و تازیبش، که خب رهبریش همیشه دست جهودان بوده به اصطلاح. چون این گفت که ای داور راستگوی، هر آن کس که از داد تو یک خدای، بپیچد نیارد خرد را به جای. بر این چشم جای پی میش نیست. هر کس که از داد تو یک خدای باز همون در فرهنگ ایران یک خدا همه چیز یکیست، نه موجودکی در هوا یا در زمین یا اینور یا اونور. بپیچد نیارد خرد را به جای، بر این چشم جای پی میش نیست. همان غرم دشتی مرا خیش نیست. به جایی که تنگ اندر آید سخن، پناهت به جز پاک یزدان مکن. به جایی که تنگ اندر آید سخن، پناهت به جز پاک یزدان مکن. جا داره در اصل با خودش فکر میکنه که رستم که شاید اینجا این میشه اصلا وجود نداشته. میگه که این بر این چشمه جای پی میش نیست، جای پای میش رو من رو این چشم نمیبینم. پس این میش یه میشی بوده که از طرف هستی به من الهام شده، چون انسان پاک این گونه است. خب از پرالل یونیورس بله، از این هستی که در اون هست. به جایی که تنگ اندر آید سخن، پناهت به جز پاک یزدان مکن. که هر کس که از دادگر خدا، بپیچد خرد را ندارد به جای. بر آن غرب بر آفرین کرد چند، که از چرخ گردان مبادت گزند. گیاه و در و دشت تو سبز باد، مبادا ز تو بر دل یوز یاد.
پس اینجا به اون قرم، به اون آهو آفرین میکنه، به اون انرژی، به اون انتیتی، هرچی که هست، به اون ویژن، و میگونه میگه که بر اون قرم آب بر آفرین کرد چند که از چرخ گردان مبادت گزند. گیاه و در و دشت تو سبز باد، مبادا ز تو بر دل یوز یاد. هرگز یوز پلنگ فکر شکار تو رو نکنه، غرمی مانند تو، آهوی مانند تو. به تو هر کی یازد به تیر و کمان، شکست کمان باد و تیر روان. آهوی مثل تو که آهوی آزادگی و راستی و درستی هستی و مثل صدا، مثل ندای سروش در گوش انسان آریایی هستی، باید که همیشگی باشی. به تو هر کی یازد به تیر و کمان، شکست کمان باد و تیر روان. خب تازیان بودن که بر ما میتازیدن، در نتیجه اینجا داره بر علیه اون موجوداتی که بر علیه راستی میتازن داره تمرکز میکنه و نیایش میکنه. به تو هر کی یازد به تیر و کمان، شکست کمان باد و تیر روان. که زنده شد از نو، که زنده شد از تو تن پیلتن، وگرنه پراندیشه بود از کفن. که در سینه اژدهای بزرگ نگنجد، بماند به چنگال گرگ شده پاره پاره کتان و کشان، ز رستم به دشمن رسیده نشان. زبانش چو پردخته شد ز آفرین، ز رخش تکاور جدا کرد زین. همه تن بشستن بدان آب پاک، به کردار خورشید شد تابناک. چو سیراب شد ساز نخجیر کرد، بسیجید و ترکش پر از تیر کرد. بیفکند گوری چو پیل ژیان، جدا کرد زو چرم و پای و میان. چو خورشید تیز آتشی برفروخت، برآورد آب و در آتش بسوخت. ز آتش بپردخت و خوردن گرفت، به چنگ استخوانش فشردن گرفت. پس اینجا تنش رو، روانش رو اونگونه به دنبال اون آهو میره، به اون قرن میره و پیدا میکنه اون چشمه رو، ولی اون چشمه حالا دوباره تن اون رو به نیرو دوباره باز میگردونه. رو این تن میکنه. بله. سوی چشمه روشن آمد به آب، چو سیراب شد کرد آهنگ خواب. تهمتن برخش ستیزنده گفت، که با کس مکوش و مشو نیز جفت. با هیچ کی دعوا نکن موقع من میخوابم، و خب با کسی هم یه دفعه راه نیفتی بری جفتک بزنی بر اون بر بپری. بچه خوبی باش، همینجا باش. اگر دشمن آید سوی من، ببوی تو با شیر دیو و شیران مشو جنگجوی. باز اینجا میگه باشون جنگ نکن، به من خبر کن. مرا ایزد از بحر جنگ آفرید، تو را از پی زین و تنگ آفرید. خیال میکنه که فقط جنگجوی و رخش جنگجو نیست، ولی رخش که خود سرزمین ایران باشه از خود رستم بعضی وقتا جنگجو تره. حالا همینجا در خانه سوم در روبرو شدن با اژدها میبینیم چه اتفاقی میفته. بخفت و بیاسود و نکشاد لب، چمان و چران رخش تا نیمه شب. پس رخش در چمنزار میچمید و میچرید تا نیمه شب شد. ز دشت اندر آمد یکی اژدها، کزو پیل گفتی نیابد رها. ببینید باز اینها میبینید که اژدها در دشت باز همون تازیانیه که در سرتاسر دور تا دور سرزمین آریاوارتا که بخشی از هند و ایران بود، هند و ایران هست، از رود سند تا رود میان رودان، تا رود از رود گنگ تا فرات، از گنگ تا فرات. گنگ تو سند هم میگفتن یا نه؟ نشنیدید؟ بله. خب پس دور تا دور ما تازیان بودن، از چین و مغول بگیر و از همجور از اون طرف بیا به بعد به خزری، آدمخواران خزری یهودی برس و بعد برس به ترکان آدمخوار و برس به آشور و توران و بابل و سکا و
عرب و جهود و ببین اینها دور تا دور ما بودن. ببینید ما خب این جنگ هنوز هم ادامه داره، 12,000 سالی که ما داریم می جنگیم، ولی اگر پای مردی داشته باشید این جنگ به آخرای خودش نزدیک شده. مطمئن باشید که در این دوران خاص جنگ آخر نزدیک. خب پس این اژدها میبینید که ما اینو با این اژدها چندین هزار ساله که داریم میجنگیم. ز دشت اندر آمد یکی اژدها کز او پیل گفتی نیابد رها. بدان جا گه بودش آرامگاه نکردی ز بیمش بر او دیو راه. چه گویم از آن اژدهای دژم که 80 گز بود از دم به دم. 80 گز بود از دم به دم، از دمش تا دم، تا جایی که نفس میکشه یعنی تا بینیش، از دم به دم 80 گز بود. نیارست یعنی تقریبا 80 متر. نیارست کردن کسان جا گذر ز دیوان و پیلان و شیران نر. پس این یک تازیه بسیار مونوپول کننده بوده، مثل جهودان که حتی دیوا و پیلا و چیزهای دیگر از اونجا نمیتونستن، مثل موجودات وحشی و دیو و اینها از اونجا نمیتونست، که اونجا رو قرق کرده بوده که مونوپولی بهش میگن، اون سیستمی که امروز اینا الان دنیا رو قرق کردن. همان نیز که آمد نیابد رها ز چنگ بداندیش نر اژدها. کسی هم رد میشد رها نمیشه، از اونجا دیگه در نمیومد، مثل چاه ویله، درست مثل همین امروز ایناست. ز چنگ بداندیش نر اژدها بیامد جهانجوی را خفته دید برو یکی اسب آشفته دید. برای او یکی اسب آشفته دید پراندیشه شد تا چه آمد پدید که یارد بدین جایگه آرمید. تعجب کرد که چطور یه نفر اومده در جایی که این مونوپولی کرده بوده خوابیده. سوی رخش رخشنده بنهاد روی دوان رخش شد نزد دهیم جوی. رفت سراغ رستم. رخش اژدها رفت سوی رخش، اول رخش هم دوان رفت سوی رستم. همی کوفت بر خاک رویین سم چو تندر خروشید و افشان دم. تهمتن چو از خواب بیدار شد سر پرخرد پرز پیکار شد. بری آماده جنگ شد به گرد بیابان همی بنگرید شدان اژدهای دژم ناپدید. اژدهای پنهان شد، درست مثل همینا، دوباره مثل این آدم خورن. ابا رخش بر خیره پیکار کرد بدان کو سر خفته بیدار کرد. دگر باره چون شد به خواب اندرون ز تاریکی آن اژدها شد برون. به بالین رستم تگاورد رخش همی کند خاک و همی کرد پخش. دگر باره بیدار شد خفته مرد برآشفت و رخسال گلرنگ کرد. از عصبانیت سرخ میشه. رستم بیابان همه سر به سر بنگرید جز از تیرگی شب بدیده ندید. بدان مهربان رخش بیدار گفت که تاریکی شب نخواهی نهفت. نمیخوای بخوابی؟ رخش میگه بیابان همه سر به سر بنگرید سرم را همی باز داری ز خواب به بیداری من گرفتت شتاب. نمیخوای با من بازی کنی؟ گر این بار سازی چون این رستخیز سرت را ببرم به شمشیر تیز. میترسونه رخش. خب سرش که نمیبره که، ولی این دفعه سرت میبره. اگر چون این رستاخیزی بپا کنی دوباره. پیاده شوم سوی مازندران کشم خود و شمشیر و گرز. خودم پیاده میرم طرف مازندران، خود و شمشیر و گرز و اینا رو خودم میکشم میبرم. اینو گفت که اصلا باور بکنه که در نظر بیاری که این داره پیاده میره، میگه پس حتما راست میگه. تو را گفتم ار شیرت آید به جنگ ز بهر تو آرم مرو را به چنگ. نگفتم که امشب به من برشتاب همی باش تا من نجنبم ز خواب. سوم ره به خواب اندر آمد سرش. بار سوم به خواب رفت. ببین چقدر اینا سمبولیک زندگی ماست. اشتباهاتی که ما میکنیم دوباره به خواب میریم.
ز ببر بیان داشت پوشش برش، بغرید باز اژدهای دژم، همی آتش افروخت گفتی بدم. چراگاه بگذاشت رخشان زمان، نیارست رفتن بر پهلوان. این دفعه رخش جرأت نمیکرد بره طرف رستم. دلش زان شگفتی به دو نیم بود، کش از رستم و اژدها بیم بود. هم از رستم میترسید هم از اژدها. هم از مهر مهتر دلش نارمید، چو باد دمان پیش رستم رسید. یه دفعه از مهری که به رستم داشت دلش دیگه آروم نگرفت، مثل باد به سوی رستم دوباره پرید. خروشید و جوشید و برکند خاک، ز نعلش زمین شد همه چاک چاک. چو بیدار شد رستم از خواب خوش، برآشفت با باره دست کش. چنان کرد روشن جان آفرین، که پنهان نکرد اژدها را زمین. این دفعه با چنان نیروی بیدار میشه که پیش از اون که اون بتون خوش پنهان بکنه، این نیرو انگار که از ذهن اون جهان اطراف روشن شده بود، اون تاریکی شب روشن شده بود و اژدها رو میبینه. در واقع همون هوشیاری و آگاهی قهرمانه. هوشیاری شما هم میهنانه که حتی بتونید اون چیزی که خودش پنهان کرده ببینید. این فقط بیداری کامله، نه اینکه از خواب بپرید نیمه خواب این طرف اون طرف نگاه کنید و هیچی نیست دوباره به خواب برید. ببینید چه درس‌های بزرگی اینها داده بودند که پردیسی بزرگ اینها رو به چه زیبایی نوشته، تونسته باز به صورت جکامه های اشعار زیبا بنویسه و اینقدر دقیق و اینقدر روشن و جاودانه. چنان کرد روشن جهان آفرین، که پنهان نکرد اژدها را زمین. زمین نتونست اژدها را این دفعه پنهان بکنه، چون جهان رو روشن کرده بود. چیه؟ اون همون ذهن بیدار انسان، همون چیزی که ما بهش میگیم دعینا، چشم خورشیدگونه روشنساز هستی، که دین، واژه دین از اون اومده که بعدن میره توی تازیان میشه دینو که میشه مذهب و کثافت و توطئه و دسیسه. چون همه این چیزها رو اینها از فرهنگ ما کپی میکردن، ولی خب مفهومشو پستی و جنایت و اینها از راستی می آوردن به دروغ. هرچی که اینا در توراتشون، در قرآنشون، در کتاب‌های کثیفشون نوشتن، یه چیزایی رو بوده که اینا میخوندن از ما و بعد اونا رو زشت و سراته و دروغ و به اسم مذهب بیرون میدادن. اصلا از ندای سروش در ذهن انسان آزاد پاک آریایی اینا اومدن وحی درست کردن. این کثافت های جهود اومدن گفتن یاره یه آشغالی میاد تو گوش ما وزوز میکنه، حرف میزنه، از اون بالا میاد، اسمش الله، نمیدونم اسمش یهوه، اسمش الوخیمه، اسمش فاحشه است، اسمش آشغاله، اسمش بهاییه. حواستون جمع کنید دوستان، اینا دشمنان شما ایرانیان هستند. یا ممکنه فارسی بلد باشن ولی بسیار آدم های کثیف خطرناکن و بسیار ارگانایزدن. حواستون جمع کنید، شما هم شروع کنید به ارگانایز کردن. چنان کرد روشن جهان آفرین، که پنهان نکرد اژدها را زمین. بدان تیرگی رستم او را بدید، سبک تیغ تیز از میان برکشید. بغرید برسان ابری بهار، زمین کرد پر آتش کارزار. پس به دشمن نیومد گفت بیا به اصلاح طلبی بکنیم، اصلاح طلبی بکنیم، نمیدونم خشانت نکنیم، چیز مبارزه مدنی بیایم با هم بکنیم، یا نمیدونم حالا بریم گاندی بشیم، چرخ بریسیم، تیکی تیکی بکنیم هندوستان رو، بیایم مندلا بشیم، کثافت بزنیم به انقلاب آفریقای جنوبی و اینا. هیچ کدوم از این کار رو نکنیم. چه کار کرد؟ بدان تیرگی رستم او را بدید، سبک تیغ تیز از میان برکشید. بغرید برسان ابر بهار، زمین کرد پر آتش کارزار. تنها راه آزادی، هیچ راه دیگه این نیست دیگه. با بازی هم که نداریم، شوخی هم نداریم. قابل توجه اون دوستی که ایمیل زده بودن
که پشت گود نشست. پس حالا فردوسی هم اینا رو نگه، پشت گود میشینه اگه این حرفا رو بزنه. خب مرد که عزیز، اینا هم بهش میگن آزادی ذهن و بیانتون، باید ذهنتون رو باز نگه دارید، نترسید. حالا اگر این واقعا درست باشه، اگه یکی از همین جود موده و باریا آشغال نباشه، اگر آدم طفلک از بچه ایرانیه باشه که مغزشو خوردن، دوست عزیز فردوسی رو بخونید متوجه میشید. فرهنگ خودتون، بازگشت به فرهنگ خودتون به جای به فرهنگ آدم خواران جود عرب و ترک و تازی و اینها سر سجده بمالید، پوزه بر خاک بمالید. بدانست که آن اژدها جادو است، ابر آدمی دشمنی بدخو است. بدان اژدها گفت برگوی نام، که از این پس نبینید تو گیتی به کام. پس موقعی که اکسپوز شد، یعنی اژدها یا این تازی یا این موجود پست یا این موجود دسیسه کار و خودشو پنهان میکنه، مثل بهشون میگن آنوسی، جودهای آنوسی، جودهای پنهانی، خودش آنوس میکنه. موقعی که اکسپوز شد یا چی بهش میگن افشا شد، دیده شد، دیگه کارش تمومه. که الان همون دوره که اینا کارشون مشخص شده، با اینکه تمام دنیا رو خوردن، تمام قدرت هم دستشونه، ولی دستشون رو شده دیگه. بدانست که اژدها جادو است، ابر آدمی دشمن بدخو است. بدان اژدها گفت برگوی نام نداره اینا، که از این پس نبینی تو گیتی بکام. پس اینا رو پیش بینی کرده فرهنگ ایران که در آینده تازیان آخر سر این گونه در یکی از همین خانهای ما نابودشون میکنیم. یک افتر دیادر. نباید که بینام بر دست من، روانت برآید ز تاریک تن. چون چیز ما سنت ما رسم ما ایرانیانی که نام خود رو بگیم و نام همگون که پهلوان بزرگ ایران، سردار بزرگ ایران لطفعلی خان، زمانی که با 30 نفر به لشکر 30,000 نفری ترک آدمخوار قاجار حمله میکرد، نام خودشون بلند میگفت و شب و ترس بر به اصطلاح وجود اینها میانداخت و تعداد زیادی از این آشغال ها رو میکشت و دوباره باز میگشت به داخل قلعه. این گونه است. یعنی ما پنهان نمی کنیم که میگفت که منم لطفعلی خان فرزند کنم دارم میام که شما رو نابود کنم. ای چیز خوجه، اسمش مثل اون چیز میگفت آقا خان خوجه، من دارم میام. نباید که بینام بر دست من، روانت برآید ز تاریک تن. از تاریک تنت اول اسمت. چنین گفت دژخیم نر اژدها، که از چنگ من کس نیابد رها. تا اسمش نمیگه ولی میترسونه. از چنگ من کس نیابد رها، صدن در صد این دشت جای من است. تمام این دشت جای منه، همش مال من. آره همش مال من میخوام بخورم، همش مال منه. رفتم ربا دادم به یارو نتونسته پولشو بده، کلشو خوردم. این تمام اینا مال مثلا مال 1000 نفر 100,000 نفر بودن، همش ما با رباخواری خوردم. همش اینا حال دیگه مال منه، هیچکی نیاد اینجا، هیچکی از اینجا رد نشه. صد این دشت جای من است، بلند آسمانش هوای من است. هواش مال منه، هیچکی نفس نکشه اینجا. خوب گوش کنید دوستان، ببین اینا تازه نیست. این چیزایی که ببینید فرهنگ ایران چگونه اینها رو به شما یاد داده، چگونه پیش بینی کرده این دوران رو، چگونه این کنه وجود مریض این آدم های پلید و کثیف تازی رو دیده. نیارد پریدن به سر بر عقاب از اینجا رد نشه. ستاره نبیند زمینش به خواب. حتی این زمینش نباید ستاره هاشو ببینه، ستاره آسمون رو ببینه. اینا اینجوری هن، مریضن دیگه، سرا چیزن دیگه، حسود و بخیل و کجندیش و به اصطلاح رشک ورزن. مثل همینایی که امروز تو ایران نفوذ کردن، همین جود و سید و بهایی و فاحشه و کثافت و بیشرف و آنوس، اینا همینایی هستن که چون این موجوده هستن وسط ما زندگی میکنن، فارسی هم یاد گرفتن. حواستون جمع کنید. پس میگه من کسی هم که دنیا رو خوردم، اسمم نمیگه، میگه من آدم خوارم، من جهان خوارم. بدو اژدها گفت نام تو چیست؟ حالا میگه اسم تو چیه؟ بدو اژدها گفت نام تو چیست؟ که زاینده را بر تو باید گریست. اون کسی زایده باید گریه کنه بالا.
چون این داد پاسخ که من رستمم، ز دستان سامم، هم از نیرمم، به تنها یکی کینه بر لشکرم، به رخش دلاور زمین بسپارم. ببینی ز من دست برد نبرد، سرت را همکنون درارم به گرد. برآویخت با او به جنگ اژدها، نیامد به فرجام هم زو رها. بدانسان بیاویخت با پیلتن، تو گفتی به رستم درآمد شکن. چنان به رستم میپیچه این بسا با 80 گزیش که انگار رستم داره میشکنه وسط این موجود. چو زور تن اژدها دید رخش، که از آنسان برآویخت با تاج بخش. بمالید گوش و درآمد شگفت، بکند اژدها را به دندان دو کفت. پس اینجا فهمیدید که رخش فقط مسئول نیست که بار ببره و شمشیر و چیزای رستم رو ببره. اینجا سرزمین آزادگان، سرزمین آریایی، انرژی که پشت فرهنگ آریاست، پشت ما مردمان آریا یعنی رستم ها هست، چیه؟ رخشه. رخش که میبینه که ما داریم خورد میشیم چه کار میکنه؟ بمالید گوش و درآمد شگفت، گوشش خوابوند و مثل یک شگفتی برآمد جلو اومد. بکند اژدها را به دندان دو کفت. شگفت بکند اژدها را به دندان دو کفت. کفتای اژدها را گرفت با دندوناش، بدرید چرمش بدانسان که شیر، در او خیره شد پهلوان درید. پشت این اژدها، چرم اژدها رو اینگونه پاره میکنه که پهلوان که لای بدن این اژدها گیر کرده بوده خیره میشه، تعجب میکنه از قدرت رخش. در او خیره شد پهلوان دلیر، بزد تیغ و انداخت از تن سرش، فرو ریخت چون رود خون از برش. بعد از اون که رخش کمکش میکنه، رستم با شمشیر سر اژدها رو جدا میکنه و مثل رودخانه خون از بر این موجودک میریزه بیرون. هرچی خورده بوده پس نداده بوده. زمین شد به زیر اندرش ناپدید. این همه خورده بوده که زمین شد به زیر اندرش ناپدید. یکی چشمه خون بر او بردمید. زمانی که مونوپولی میترکه دیگه، میترکه هم میشه دیگه. چون رستم بدان اژدهای دژم، بران یال و بدفوز و آن تیزدم. نگه کرد و آن سهم او را بدید، شگفتی همی اندر او بنگرید. رستم به شگفتی افتاد که این چه موجودیه، اینها چی هن؟ اینها رو دیگه چه هیولاهایی هستن این کثافات موجودات آدمخوار تازی. بیابان همه زیر او دید پاک، روان خون گرم از بر تیغ خاک. بیابان پاک و آزاد شد، خون این کثافت هم ریخت و بیرون رفت و تمیز شد. تهمتن از او در شگفتی بمان، همی پهلوان نام یزدان بخواند. به آب اندر آمد سر و تن بشست، جهان جز به زور جهانبان نجست. به یزدان چنین گفت که دادگر، تو دادی مرا دانش و زور و فر. که پیشم چه دیو و چه شیر و چه پیل، بیابان بی آب و دریای نیل. بداندیش بسیار و گر اندک است، چو خشم آورم پیش چشمم یک است. چو از آفرین گشت پرداخته، بیاورد مر رخش را ساخته. نشست از بر رخش و رهبر گرفت، چمان منزل جادوان در گرفت. این به خان چهارم پس از یک استراحت کوتاه و تمیز کردن خودش به سوی خان چهارم، خان جادوان به راه میفته. این بند آخری که از خان سوم خواندید که در واقع خود رستم نیروی رزماوریش رو اینگونه بیان میکنه و اینگونه نشون میده، این دقیقاً همان 7 مرحله مهرمیترایی نیز هست. درسته؟ بله، گفتیم در بله. و اینکه در خان سوم خانی است که یا در پله مرحله سوم مهرمیترایی رزماوری است و این اون چیزی است که ما در 7 خان رستم هم میبینیم. همونگونه که در نخست هم بیان داشتید، این که
این سفر قهرمان یا پهلوان یا هر انسان در زمینه هستی زندگیش که باید این 7 خان رو، این 7 مرحله مهرمیترایی رو سفر کنه، گذر کنه تا به اون نیروی بالنده و فره و هری خودش برسه، میبینیم که چه همخوانی نزدیکی داره. و این خان اول و دوم و سوم که تا به کنون خوندیم از 7 خان رستم بیانگر همین 3 مرحله اول مهرمیترایی نیز هست. میبینیم که نخست میبایست از ترس و از بقای خودش به اصطلاح برخوردار باشه که در خان اول دیدیم. اولین دشمن ترس، برای باید چیره بشیم. بله. در خان دوم بسیار زیبا اینجا این داستان سحرانگیزی است، در واقع از چشمه آبی که پس از اون بیابان خشک و سوزان میگذره و اون آهویی که همونگونه گفتید به عنوان یک پیام آور، یه ندای سروشی هست. ما میبینیم در 7 مرحله مهرمیترایی مرحله نخست و گذر اون به مرحله دوم با یک پیام آور که البته در اونجا سمبولیک به یک کلاغ نسبت میدن، چون کلاغ به اصطلاح از وید، از بی‌نهایت، سمبل پیام آوریه، از زمان خبر داره. بله. از زمان. بله. و اینجا خب البته سمبلش به گونه یک آهو یا قوچی هست که زمانی که این قهرمان، این فرد، این پهلوان در حال تحلیل رفتن نیروی روانی و به اصطلاح انرژیش هست، این پیام آوری است از جهانهای پرالل یا موازی هستی که نیروی تازه میدمه به این پهلوان و اون رو در راه سفر زندگیش پشتیبانی میکنه. و این مرحله دوم در مهرمیترایی به پنهانکاری نیز منصوب شده و نام گذاشته شده. بله. و سمبلش هم آب هست و این به زیبایی هم خانی میبینیم داره به اون چشمه‌ای که میرسه و خود رو و نیروی خودش رو رستم 2 مرتبه بازسازی میکنه. و به هر روی مرحله سوم مهرمیترایی نیز رزم‌آوریه که اینجا میبینیم به زیبایی با جنگ با اژدها نشان داده شده. بله. دوستان که نگران شده بودن از این نظر این که رزم‌آوری دفاع از خود بسیار برجاوند و مقدسه در هر فرهنگی، یک دفعه دیگه من 2 خط آخر براتون میخونم، شاید به خودشون بیان دوستان. به یزدان چنین گفت که ای دادگر، تو دادی مرا دانش و زور و فر، که پیشم چه دیو و چه شیر و چه پیر، بیابان بی آب و دریای نیل، بداندیش بسیار و گر اندک است، چو خشم آورم پیش چشمم یک است. چو از آفرین گشت پرداخته، بیاور مرا رخش را ساخته، نشست از بر رخش و ره برگرفت، چمان منزل جادوان در گرفت، بیشک بدون تردید بدون ترس به خانه 4 به راه افتاد.